سلام خدمت همراهان کانال 40 تیکه. امروز 12 مهر 1399 و شاید بشه گفت یکی از مهمترین و هیجان انگیزترین شب‌های فوتبال ایران در 2 سال اخیره. امروز پرسپولیس ایران در ساعت 6:30 بعد از ظهر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روبروی النصر عربستان، یکی از کشورهای رقیب فوتبالی ما، قرار خواهد گرفت. همونجور که میدونید در 3 دهه اخیر اگر تیم‌های ایرانی و عربستانی حتی در مرحله مقدماتی هم با هم روبرو بشن، اون بازی یکی از حساس‌ترین بازی‌ها و البته بعضی موقع بازی‌های تنش‌زایی میشه. حالا در نظر بگیرید بازی امشب فینال باشگاه‌های غرب آسیا خواهد بود. امیدوارم امشب یک بازی خوب و خاطر انگیز رو شاهد باشیم. خب بریم برای ویدئوی امروز که قراره به این بازی بپردازیم. ابتدا میپردازیم به تاریخچه دیدارهای این دو تیم. تیم‌های پرسپولیس و النصر عربستان تا حالا 4 بار روبروی هم قرار گرفتن که 1 بار پرسپولیس برده، 2 بار النصر عربستان برده و 1 بازی هم به تساوی رسیده. اولین دیدار این دو تیم در فروردین 1352 در دیدار دوستانه بوده که اون بازی به تساوی 2-2 رسیده و هر 2 گل پرسپولیس رو مرحوم سفر ایران پاک به ثمر رسونده. دیدار بعدی 23 سال بعد بوده در جام باشگاه‌های آسیای 1996 که حاصل کار شکست پرسپولیس با نتیجه 3-2 بود. برای سرخپوشان پایتخت در اون بازی خداداد عزیزی و ادمون بزی گلزنی کردند. تو اون سال مرحله 1/4 نهایی هم به صورت گروهی برگزار می‌شد و تنها برد النصر رو اون گروه مربوط به همین بازی. البته این نکته هم اضافه کنیم که پرسپولیس در اون گروه اول شد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم پوانگ استیلرز کره جنوبی رفت که اون بازی رو باخت و در مرحله رده‌بندی 4-1 از زورا عراق رو شکست داد و سوم شد. سومین و 4مین بازی پرسپولیس و النصر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2015 برگزار شد. در دیدار رفت در 26 اسفند 1393 این دو تیم به مصاف هم رفتن که النصر با 3 گل پرسپولیس رو شکست داد. اما در دیدار برگشت در تاریخ 19 فروردین 94 این پرسپولیس بود که با تک گل مهدی طارمی نماینده عربستان رو شکست داد. خوشحالی بعد از گل مهدی طارمی تو اون بازی جنجال‌های بسیاری رو در پی داشت. و جالب اینجاست که تو اون بازی هم النصر از گروه صعود نکرد و پرسپولیس و لخویا از اون گروه به مرحله بعد راه پیدا کردن. باشگاه النصر عربستان یک باشگاه قدیمیه که در اکتبر 1955 یعنی 64 سال پیش تأسیس شده. این باشگاه همچنین با تیم الهلال عربستان همیشه دربی شهر ریاض رو که بسیار جذاب و تماشایی هستش رو برگزار میکنه. النصر عربستان بعد از الهلال عربستان دومین تیم پر افتخار این کشوره و تا به حال موفق شده 9 بار قهرمان لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان بشه، 6 بار هم جام پادشاهی عربستان که همون جام حذفی عربستان هستش رو فتح کرده. النصر 1 بار قهرمان جام در جام فوتبال آسیا شده و 1 بار هم به مقام نایب قهرمانی جام باشگاه آسیا در سال 95 دست پیدا کرده. خب بریم بپردازیم به نتایج این باشگاه در جام قهرمانان آسیای امسال. النصر عربستان امسال در گروه مرگ این مسابقات یعنی العین، سپاهان و السد هم گروه بود و موفق شد به عنوان صدرنشین راهی دور بعد بشه. اونا با یک تساوی 2-2 مقابل السد کار خودشون آغاز کردن و در ادامه موفق شدن 2-1 العین امارات رو شکست بدن و بعدش 2 بار پشت سر هم سپاهان اصفهان رو با نتیجه 2-0 شکست دادن. با السد قطر به تساوی 1-1 دست پیدا کردن. در بازی آخر با تیم ذخیره‌شون به مصاف العین امارات رفتن که 2-1 شکست خوردن و با این نتایج به عنوان صدرنشین گروهشون صعود کردن تا در مراحل 1/8 و 1/4 به مصاف 2 تیم عربستانی برن که در این بازی هم در مرحله 1/8 التعاون رو 2-0 بردن و در مرحله 1/4 الاهلی عربستان رو 2-0 شکست دادن تا حالا در نیمه نهایی به مصاف پرسپولیس برن. کارشناسان فوتبال آسیا اعتقاد دارن النصر امسال پرستاره ترین تیم در منطقه غربه. مشهورترین ستاره این تیم مایکون برزیلیه که از گالاتاسرای ترکیه به این تیم اومده و تا همین چند سال پیش هم در پورتو بازی می‌کرد. دروازه‌بان این تیم برت جونز استرالیاییه که سابقه حضور در لیورپول رو داره. 34 بار تو دروازه میدلزبروگ در لیگ برتر انگلیس ایستاده و 3 بار عنوان قهرمانی با فاینورد در لیگ هلند به دست آورده. اما امید اول النصر در این بازی گلزن آرژانتینی و گرون قیمت‌ترین بازیکن باشگاه النصر و سابقه حضور موفق در ریور پلاته آرژانتین رو داره و با 12 میلیون یورو از آتالانتا ایتالیا به این تیم منتقل شده.
سرمربیان دو تیم بعد از ظهر دیروز در نشست خبری حاضر شدند و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند. یحیی گل‌محمدی سرمربی سرخپوشان صحبت‌های خودش رو اینگونه آغاز کرد که دو تیم با شایستگی به این مرحله رسیدن و النصر تیم بسیار منظم و خوبی است که با سازماندهی خوب فوتبال زیبا رو بازی می‌کنه و استحقاق حضور در این مرحله رو داشته. گل‌محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره سودهای پرتعداد پرسپولیس به نیمه نهایی عنوان کرد. نکته خوبی را گفتید. پرسپولیس در این سال‌ها نشان داده که حرف‌های زیادی در فوتبال آسیا دارد و با برنامه‌ریزی خوب و همبستگی خوب و بازیکنان و مربیان قوی پایه‌گذار بسیار از موفقیت‌های این تیم شده و امسال تفاوتی که می‌کند این است که هواداران ما حضور نداشتند. ما اگر این بازی‌ها رو مقابل 100,000 هوادار خود داشتیم کارمان راحت‌تر بود. حمایت تماشاگران می‌توانست تاثیرگذاری بسیار مثبتی برای تیم ما داشته باشد. سرمربی پرسپولیس در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد درست است که تماشاگران کنار ما نیستند اما همیشه انرژی مثبت زیادی را از فضای مجازی به ما میدن و انگیزه‌ای که در این بازی‌ها از خود نشان دادیم به خاطر همین انرژی‌ها بوده است. تمام هدف ما قهرمانی است که امیدواریم این اتفاق بیفتد و این عنوان رو به دست بیاوریم. باعث افتخار تک تک اعضای باشگاه و بازیکنان خواهد بود که قهرمان امسال مسابقات پرسپولیس شود. روی ویتوریا سرمربی پر افتخار پرتغالی النصر عربستان در نشست مطبوعاتی صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد که اعتماد به نفس بالایی داریم. برای تمامی تیم‌ها احترام قائل هستیم و می‌دانیم که تیم‌های مقابل ما هم برای برد به زمین می‌آیند. می‌دانیم که با رقیب دشواری روبرو خواهیم شد. باید با بالانس تکنیکی و تاکتیکی در زمین ظاهر شویم تا به پیروزی برسیم. سرمربی النصر خاطر نشان کرد دوست دارم که با فکر باز به مسافت رقبا برویم. تیم با بازیکنان جوان و با تجربه در کنار خود قرار داده است. پرسپولیس هم بازیکنان مشابهی دارد که یکدیگر را تکمیل می‌کنند. آنها با روحیه بالایی در زمین ظاهر می‌شوند و دائما تیم مقابل را تحت فشار قرار می‌دهند. ما هم با اعتماد به نفس خودمان با آنها روبرو خواهیم شد. ویتوریا تصریح کرد اینکه پرسپولیس 3 بار در 4 سال گذشته به این مرحله رسیده مهم نیست. النصر هم مدت زیادی بود که در این مرحله ظاهر نشده بود. چیزی که می‌دانم این است که مقابل تیم قدرتمندی قرار خواهیم گرفت و باید 90 دقیقه تمرکز خودمون رو حفظ کنیم تا به این هدف برسیم. خب در رابطه با آمار و نتایج النصر با تیم‌های ایرانی باید این رو اضافه کنم که النصر تا به حال 10 بار با تیم‌های ایرانی روبرو شده که از این 10 بار 6 بار باخته، 3 بار رو برده و 1 بار رو مساوی کرده. تو این تعداد بازی 13 تا گل زده و 17 تا گل هم دریافت کرده. خب همراهان کانال چلتیکه به پایان این ویدیو هم رسیدیم. آرزوی موفقیت برای نماینده ایران داریم و همچنین امیدواریم که حق و عدالت در این بازی رعایت بشه و مشکلاتی از طرف AFC برای پرسپولیس به وجود نیاد. در پایان هم ازتون تقاضا داریم که اگر این ویدیو رو پسندیدید لایک کنید، اگر ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. با آرزوی موفقیت و سلامتی واسه شما. خدا نگهدار.